نقطه دیگری فرق کننده مسابقه آن بود که دو پهلوان کشورهای همجوار تاجیکستان و ازبکستان شکرمحمد میرمحمدov و زاهد حسینov با شهامت و نصرت و جلال میدانداری زینت نیروسنجی های کشتین مومن‌آباد را حسن دیگر بخشیدند. در ابتدا رقابت کمی معتدل صورت گرفت. بعد حمله های پی در پی یکدیگر کمی رفتار زشت پهلوان مهمان و شکرمحمد میرمحمدov پسند نآمد و او نیز مجبور شد که چنین پاسخ گرداند. احترام کنید. آفرین. و شکرمحمد و زاهد جان بار دیگر تشکر. برادران، عرف و عادت و عنعنه‌های سنتی در فضای جالب ایدانه هر دو تماشای مردم را باز هم دیدنی نمودند. جوسه هر دو نیز جوسه پهلوانی بود. تلاش هر دو نیز زود زود به مشاهده می رسید. انعام بالای انعام ضم می شد که این بر روحیه پهلوانان باز قوه دیگر را علاوه می کرد. هرچند که ما شاهد نیروسنجی عبرت بخش و دیدنی شدیم، اما برای معین نمودن غالب این دور داوران نیز موفق نشدند. 26 ثانیه رفت. ورزشگران به هر دو برادران تشکر.